سلام دوستای عزیز، امیر رقم همراه شما که وعده داده بودم که غذاهای افغانی بر شما تهیه می سازم. امروز از کچالو بر شما یک نوع چپس می سازم که شما شاید نخورده باشین و امروز شما ویدیوی ما را ببینین و انشالله که ویدیوی ما خوشتان خواهد آمد و چپس بسیار متفاوت براتان پخته می کنم. انشالله شما مواد لازمه را متوجه شوین. دوستا این چکه و ترشی است، اینی بانجانومی است، اینی روغن است، 4 مساله چپس است، نمک است، رب است، همین رقم مرچ سیر است، گشنیج تازه است، وسایل آشپزخانه است که ضرورت میشه و اینی هم کچالو است که بر چپس تصمیم میگیریم چپس بسازیمش. بخیر دوستا، اینی از کچالو پوست کردن و کچالی ما پوست شد، آماده شد و بانجانومی ما ماشین شد، آماده شد. روغن را دیگه اضافه کردیم، سیر مرچ خود اضافه کردیم، سیر مرچ ما سرخ شود بخیر. سیر مرچ ما سرخ شد بخیر، بانجانومی رو به خود اضافه کردیم و میخوایم که رو به خود سرخ بسازیم، رنگ دیگه ما تغییر کنه چون یک چیزی که خوبش بیه. دوستا رو به ما سرخ شد، ما سیر ما سرخ شد، این حال بانجانومی رو اضافه میکنیم. بانجانومی ما سرخ شود بخیر، انشالله کارهای بدی است، متوجه باشیم. دوستا بانجانومی ما تقریبا 50% سرخ شده، چند فیصد دیگه مونده سرخ میشه انشالله. دوستا نمک هم اضافه کردیم. دوستا 4 مساله را اضافه کردیم که 4 مساله تا نره که طعم دیگه تون خوبتر میسازه. دوستا بانجانومی ما سرخ شد، چپس خود اضافه کردیم. انشالله چپس ما بخیر 1 دقیقه سرخش میکنیم که خوب شورش میتیم که خوب لواب امرای کچالو خوب سرخ شوه. بر 1 دقیقه خوب سرخش کنیم دوستا کچالوی خود سرخ کردیم، این حالا خود اضافه میسازیم و میمانیمش بر دم دادن کچالو و تقریبا مثل برنجواره دم بتینش. دوستا این او دیگ برابر شد، سرپوش دیگه میمانیم. دوستا این کچالوی ما پخته شد و چپس ما تیار شد، انشالله نوش جانش میکنیم. دوستا اگر این ویدیو ما خوشتان آمده لایک و بر دوستای بدیتان شیرش کنین تا بیشتر ویدیوهای خوبتر